سال نو فروشاتتان بیشتر شه بنا سال نو دیگه باز مردم دیگه نوروزی میبره باز مایای خور زیاف کش میکنه سال نو. هم چیز داره دیگه در یک پارتی بیخی از ماهی که در یک پارتی ده مزهش ما برای زموږ د نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. چقدر وقت میشه که مشغول مای فروشی هستید؟ مصروف ماهی فروشی هستیم، پدر که پیدا شدیم مصروف ماهی فروشی هستیم. یو افغانستان یوتیوب چینل. تحصیل کردی؟ تحصیل چه قسمه؟ درس خواندی؟ با سلام مجدد دوستای عزیز، باز هم مصاحبه می داشته باشیم با یکی از همشهریان عزیز ما که مصروف ماهی فروشی می باشه. سلام. سلام علیکم. خوب هستی؟ شکر بخیر هستی جان. اسمتان؟ اسم مالی خان ولایت بغلان. خب چقدر وقت میشه که مصروف ماهی فروشی هستیم؟ یاره 12 سال میشه مصروف این ماهی فروختن هستیم دیگه. در این مدت کاروبارتان رونق بیشتر در سابق داشت و یا نه؟ خوب هستن دیگه. دم یک 7 ماه 8 ماه میشه ماهی فروشی خوب است. با 1 2 ماه 3 ماه ماهی فروشی دیگه او قباس کس نمیخره، گرمی میشه. از این ماه میزان تا ماه جوزا دیگه خوب است ماهی فروشی. تحصیل کردی؟ ها. چقدر؟ یک سال تحصیل کردیم. چرا دیگه؟ نشد دیگه، اقتصاد دیگه خراب دیگه. خانه به سواد داره خوب است. او چه سواد زیاف داره. خب یعنی مکتب خلاص کرد؟ نه نکرده. خب مقصد 1 2 سال از ما که زیاف خوندم مکتب. خب تو 8 سال خواندی و 10 سال. 10 ساله. خیلی جالب دوستای عزیز، خانم عزیزشان 10 سال مکتب خوانده و خودشان 8 سال تحصیل کردن. طفلایتان تحصیل میکنن؟ دیگه طفلای ما خورد است فعلا. یک بچه ما 6 ساله است دیگه. بخیر تصمیم دارم که مثال نو بخیر دیگه در مکتب پرتمش بخیر دیگه داریم دیگه که بخونه باید. چند نوع ماهی است؟ دیگه 1 10 12 رقم است. نمیشه از ماهی گراس است، ماهی راوست، ماهی لقه است، ماهی سلور است دیگه. باز خورد و کلان هم داره دیگه، رقم است دیگه. کدامش فروش بیشتر داره؟ گراس مردم زیاف میخره، گراس و سلور و چینه. خب شاید سال نو فروشاتتان بیشتر شه بنا سال نو دیگه باز مردم دیگه نوروزی میبره باز مایای خور زیاف کش میکنه سال نو. خب ماهی کوچکتر؟ او را مردم هم تو زنده جور میکنه. 20 تا 30 تا یک تبنگ میچینه باز خانه خسر میبره. خب سلامت باشید. بخیر باشی. بخیر باشی. باز هم ما آمدیم در سایه که ماهی فروشی بیشتر است و در این سایه با یکی از مساله فروشانه که این مساله مخصوص ماهی ها هست مصاحبه ما داشتیم. سلام علیکم. خوب هستی؟ بخیر. از شما خوب است اسمتان؟ از خدا. خوب هستی شما؟ سلامت اسمتان؟ بفرمایید. سلیم نام دارم، باشنده نایه اول هستم. کار بار ما در نایه دوست اینمی کسب کار ماست. چقدر وقت میشه که شما مساله فروشی میکنید؟ دیگه اول ماهی سودا میکردیم، باز دیدم که نمی گدوادی نمیبونه، شاروال نمیبونه دیگه اینمی کسب کار دیگه گای ماهی گای مساله اینمی کسب کار ماست. خب این مساله های ماهی چند نوع است میشه نام ببرید؟ یکی از برختش است که سر ماهی مندازی اخته میکنی. سیر هم چیز خود از این مشخص داره که اگه هم تا در خانه ماشین چیز که نداره که سیر چیز کنه، این همی کل چیزش جور کردگی تیار است کنه اخته میکنه. بازی که دیگه است که روغن مبروی کو لیموی خشک داره دیگه، غوره انگور داره، بسیار خوشمزه است دیگه. این همی کل چیزش آماده باش از دیگه. مشهورترین مساله که در ماهی استفاده میشه نام؟ مشهورترین دیگه اینی مساله است. بسیار مساله خوشمزه است. بسیاری مردم از شوقی میبره سر غذا مندازه، سر اگام کرای تخم چپ سر هر چیز انداخته میشه. باز همین مساله ماهی هم که
دادک یک قاشق قزیره پرتی چای برآمده که رنگ زنده رنگ است. مساله مایی چیز است که همین چیزای داره که همین از همه چیز دیگه زنجفیل داره، تخم گشنی داره، زیره داره، نمک چینایی داره، همه چیز داره دیگه. دادک پرتی بیخی از مایی که دادک پرتی ده مزهش ما برای. آیا از کاروبارتان راضی است؟ از کاروبار ما راضی هستیم دیگه. می مجاهدین صاحبایی که نو آمده دیگه اینمی یک ماه اینمی مسکینای می غریب کارا مونده که دیگه چند وقت اینمی نزدیک سال نو است، مردم نامزاددار است دیگه است دیگه. میبینی شرایط دیگه کاروبار روزگار نیست. اینم کمک کنیم که دیگه از اینمی مجاهدین صاحبای نایه دو از رئیس صاحب محترم دیگه خواهشمند هستیم که نمک کنه یک همکاری کردیم ما کنه. اینمی 20 روز 15 روز اینمی مای فروشا مونده که نمک همکاری کنه که نمی‌ها را یک چیز کنه که نمی‌ها گوشه اینمیجا کاروبار خود کنن. برای جای داده در اونجا امید بسیار یک چیز کنه که برای نمی برای سال بخیر در اونجا کاروبار 20 سال میشه که کاروبارش اینمیجا هست دیگه. اینمی یک ماه دیگه هم که می حوصله کنه یک 20 روز دیگه یاربانه کاروبار خو میبینه وطن ما را در چی حالت است دیگه. اینمی از تقاضای ما رئیس صاحب نایه دو اینمی است که نمک کنه که می 20 روز 15 روز غم از همین غریب کارهای مسکین که مال میارن همی حالا مال از یا بسیار از پاکستان زیاف آوردن. اگر صحیح رئیس صاحب نایه اکادمی اگه همکاری کنه که نمی مال از یا خراب شد دیگه یارو در اسرائیل نمیبینی. اینمی ما را کاروبار مایی است بعد از این دیگه مای فروش نیست. آیا تا به حال مسافرت کردی؟ مسافریت کردیم ما. در کدام کشور؟ کشور نرفتیم، ولایت ها مسافریت کردیم دیگه. ایرات اینجا مزار مسافریت کردیم. و جوانانی که مسافر میشن به کشورهای ایران و ترکیه از راه قاچاق چی گفتنی دارید؟ خدا اینمی از مجاهدین صاحبای ما هستن دیگه. یک همکاری اینمی کاروبار اینمی جوانایی که از اذیت آزار نکنه، وظیفه نیست که وظیفه بگیره فامیل خود اولاد خود. بسیاری کسا میرفت در ولایت‌ها در سر کو پیرو گزمه از خاطر نان اولاد خود میکرد دیگه. یعنی چیز میکنم که اینمی بسیاری مردم ها وظیفه داشت دیگه داشت اعلام کرده. اینمی حالا آدمایی است که در حکومت کلان آدما بود کراچی یک تایره از باربری میکنه و مجبور است که کار و بارش نشد وطن ترک کنه بخیزه بره از افغانستان یا ایران بره یا ترکیه بره. اون میبینی وضعیت دیگر میبینی که از اون پس افغانی ها میاد گاه پایش سوز گشتگی است، لط کوب کردگی است، حافظه‌اش از دست رفتگی است دیگه. اینی رقم از این مجاهدین های ما اینمی چیزا داریم که اینمی غریب کارا و اینمی کراچیوانا را یک جای مشخص بسیار اذیت آزار نکنه دیگه کدام گفتنی نداریم. سلامت باشی با آرزوی روزی که افغانستان آباد شه و شما هم بتونین صاحب یک کسب یک کار بهتر بخیر باشی برای دیگه آینده اولادای دیگه اولادا از این بعد دیگه باید از برازو مشخص شه وطن ما جور شه و آرام شه و جوانای ما نرن اگه میجا کاروبار 200 غریبی کنن اگه دیگه سن خارج اینجا را برن. سلامت باشی. بخیر باشی خدا. بسر خامش است این بسر خام مویست این گرد میشه این بسر خامش بازینی و اینی که از بسر پختش از خوشمزه است. ایو در قطعه چی است؟ وان قطعه ها مساله مویست ایو چند اگر آخرش اگر تو سودا کنی آخرش نامو سیره پا بده. دوستای عزیز آهسته رسیدیم بر محلی که ماهی فروشی در اونجا قرار داره و مصاحبه می داشته باشیم با یکی از دکاندارانی که مشغول یا مصروف ماهی فروشی می باشه. سلام خوره خوب هستی بخیر هستی؟ سلامت باشه. نسبتاً شکر اسم الله احمد جاوید. چقدر وقت میشه که مشغول ماهی فروشی است؟ مصروف ماهی فروشی از این پدر که پیدا شدیم مصروف ماهی فروشی هستیم. کسب پدری تانه؟ کسب پدری ما بله. این ماهی ها از کجا می آید و چند نوع هست؟ این ماهی ها تقریبا نگم 5 نوع 6 نوع ماهی هست کلش از پاکستان می. از پاکستان می باز زیادتر کدام ماهی ها فروش؟ زیادترش گراس ماهی میگن گراس ماهی خوبشه.
نیم شالا رو چیزی که رضای پروردگار هم میشه دیگه. چقدر شاگردایتان هست و چقدر باهم است؟ در حدود 5 نفر هر دکان 5 نفر شاگرد داره که یک خلیفه خود 6 نفر 300 هم است 400 هم است تنخواه شاگردا 500 هم. نزدیکای سر سال نو شوه یا کسایی که نامزاد داره فروشات تان زیاد خواهد؟ شاید ماه عمل دیگه پا میشه بود ماه در ماه عمل فروشات عمل. خیلی خوب با امید موفقیت بیشتر. تشکر همشید تشکر سلام علیکم. سلام. سلام علیکم. خوب هستین صحت شما؟ شکر فضل خدا شما. اسمتان؟ اسم من محمد نعیم. چقدر وقت میشه که اینجا شما کار میکنید؟ 15 سال 16 سال میشه. خب چقدر ماهش دارید؟ چرا؟ چقدر ماهش دارید؟ ماش 500 هم. روز 500؟ روز 500. خب پس کاری که در اینجا میکنین آیا راضی است؟ بله چرا؟ و شاید خاطری هم داشته باشین. خاطری جالبتان چیست؟ والا تو خاطره فعلا در ذهن ما نیست هم شده. خاطری جالب نه؟ نه والا. خب سلامت باشین. تشکر از این. تشکر از شما زنده باشید. Yo Afghanistan YouTube channel. خب سلام دوستای عزیز، بازم خوش آمدین دوستای عزیز با یک تن از جوانانی که مصروف ماهی فروشی است مصاحبه می داشته باشیم. سلام خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ شکر فضل خدا. اسمتان؟ پرویز. چقدر وقت میشه که مصروف ماهی فروشی هستین؟ تقریبا 3 سال. تحصیل کردی؟ تحصیل کم کردم زیادتر نه. چرا کم چرا زیاد نه؟ به خاطر که اقتصاد خراب بود از دیگه بیشتر پیشروی کردن نمیشه. ازدواج کردی؟ نه خیر نه مطالعه است. تصمیم داری؟ فعلا دیگه اقتصاد خوب شه چرا نه. خب این ماهی از کجا وارد میشه و چند نوع ماهی است و چقدر فروشات داره؟ 7-8 رقم ماهی است خو از یا از پاکستان می طبعا کلش از پندی حیدرآباد سکر اینجا می. این ماهی هر کدامش قیمتای خود داره، ترخای خود داره، هر کدامش کیفیت خود داره. کدام نویش خیلی مشهور است در می بازار ماهی فروشی؟ همین گراس خیلی مشهور است. بالا دیگه از ماهی نمیه. خب یعنی چی آرزو داری در آینده در چنین شرایطی؟ دیگه فعلا از آرزو خو فعلا خلاص از باز همین آرزوی ما است که می وطن ما آرام شود، اما دست بعد سهم داده می وطن جور کنیم دیگه چی. خب یعنی میخوای که تحصیل بکنی و بتونی کشورت پیشرفت بدی؟ جانا سلامت باشی. خیلی خوش شدیم که با شما صحبت داشتیم. همچنان سلامت باشین. زموږ د نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. دوستان عزیز بازم یک تن از جوانانی که مشغول به ماهی فروشی است مصاحبه می داشته باشیم. سلام. و علیکم السلام. اسمتان؟ نادر شاه. خب چقدر مدت میشه که تو مصروف ماهی فروشی هستی؟ یوان 2 ماه میشه. 2 ماه میشه؟ این ماهی ها از کجا میاری؟ ماهی از پیش مسجد دیدگاه. خب باز آیا فایده برات میمانه؟ ها میشه شکر روز 600-700 میشه. خب یعنی از کار بارت راضی هستی؟ ها راضی از شکر. خب اصلا این ماهی از کجا وارد میشه؟ یا از پاکستان میه. پاکستان میه. خب تحصیل کردی؟ تحصیل چه قسمی؟ درس خواندی؟ ها درس خوندم. داستان فشن؟ در مدرسه خوندم تو در چی نخوندم. مکتب نخوندی؟ نه چرا نخوندی؟ مکتب نخوندم مدرسه خوندم. خب اگر فردا مادرت بخوای به خواستگاری دختر بره او بگه که ما یک شوهر باسواد میخوایم چی؟ باز فرق نمیکنه باز. خب اگر او دختر دوست داشته باشی بعد از بگه که تو سواد نداری نمیگیرم چی؟
و دیگه هیچ دیگه چی بگم دیگه؟ ازش میگذری؟ ها اینقدر سنگ؟ ها دیگه بس چی کنه دیگه؟ دوستای عزیز خیلی دیگه سنگدل بود. خب با امید موفقیتتان. چی چیز؟ با امید موفقیت های بیشتر. وقت خوش. خیر باشی. د لا نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.